هلو گایز، خوش اومدیم به چهارمین قسمت از بازی سکیرو از چنل گیم هابزون. بچه این ابتدای حالا این ویدیومون از ویدیوی قبل هستش. ما اینجا 4 تا تصویر داریم که مشخصی فیزیکیمون رو افزایش میدیم و اینکه ما الان وارد آشنا شدیم و میخوایم اینجا رو پاک سازی کنیم. لطفا چنل ما رو سابسکرایب کنین، ویدیومون رو لایک کنین و برامون کامنت بذارید، ممنونتون میشم. خب در ابتدای ورودی قلعه آشنا ما یک خاطره از گذشته داریم که اونو گوش میدیم. میبینین که ارباب کورو داره صحبت میکنه و یه پیغامی برای ما گذاشته. خب ما صدای سوت رو میشنویم و مسیرمون رو از این سمت ادامه میدیم تا یکی به یکی پاکسازی قلعه آشنا رو انجام بدیم و مینی باس فایت هایی که هستن رو از بین ببریم. خب همه درها رو باز میکنیم. دیدین که در بالا چیزی آیتم چیزی نبود، بعدن یه چیزایی هست، تو باید یک قابلیت برامون باز بشه. اینجا یه استراق سم داریم، اون رو گوش میدیم. حالا یک رست انجام میدیم و ما اینجا یک مینی باس داریم، ولی مثل همیشه از روبرو نمیریم و از یک مسیر مخفی میریم. این پایین آیتم زیاد هست که فعلا نمیریم، فعلا میریم سراغ مینی باس خودمون. اینجا هم که اسمش آبگیر آشناست، قبلا هم دیده بودین. خیلی آروم بی سر و صدا میریم سراغ اولین مینی باسمون که یک جنگجوی نیزه‌دار قوی هستش. این مسیرم که دیگه براتون آشناست دیگه، قبلا اومدیم رفتیم دقیقا جای ارباب کورو، همون ابتدای بازی. خب بچه اینجا با ارباب کورو صحبت میکنه. ما اینجا یک مینی باس داریم که این مینی باس رو یه فازش رو از پشت به راحتی میگیریم، ولی فاز دومش رو باید باش مبارزه کنیم. خب این آقا 2 تا حرکت مهلک داره، یکی این که با دفاع دفع میشه و نیزش میره زیر پامون، و یکی دیگه باید از روش پرش انجام بدیم، ولی که اون مقاومتش خیلی دیر میشکنه. اگه درست دفاع کنیم و از ضرباتش دور بمونیم میتونیم به راحتی اینو شکستش بدیم، ولی خب میگم ضرباتش خورده مهلکه، بعضی جاها هم که دیگه ماگاف میدیم طبیعتا. چه وقتی رو هوا میپره که میزنه در اصل باید دوج داده. حالا من الان ندارم، دیدیم چه شد دیگه، مثل سگ ما رو کشت و اینم ریدیم. خب یه بار دیگه شانسمون رو امتحان میکنیم و مجددا بریم سراغ این مینی باس عزیزمون که بار اول ما رو میایید. بریم سراغش ببینیم
این سری میتونه بکشیمش یا نه. حرومزاده بد میزنه ولی خب دیگه تیز باشه. وای چی او هوا زدن. یا کن بچه این دفاع هم همش مهمتره، خیلی مهمه. معمولا یکی دو بار رو انجام بده. اینجا رو هم گفتم داج بدین که اینجا هم که باکش دقیقا سه تا حرکت مهم پشت سر هم اومد که انجام دادیم براتون. حالا یه دفاع خوب. چون سعی کنین جون رو ندین دیگه به راحتی. میبینی که داره مقاومتش میشکنه. البته مقاومت ما هم خیلی رفته بالا. اشکال نداره هنوز جون داریم. اونم آسیب پذیر شده. با 4 تا دفاع درست میتونیم کارش رو تموم کنیم بچه. چون سریع به پوشی ضربه بزنیم یا حداقل یکی دوتا رو بزنیم که هم مقاومتش بره بالا هم جونش کم بشه. اینجا هم یه داج. چون این سری زدیمش رو به. یکی دیگه هم برو. این هم یکی. به چرا خوب چرا هیچ وقت 4 بار این حرکت رو پشت سر هم نمیره. واقعا خوب کرد. خب یه تسبیح بهمون داد. حالا ادامه مسیر رو از همینجا میریم پاکسازی میکنیم بچه. البته یک آیتم دیگه هم هست اینجا. این بالای خونه است، اون رو هم برداریم. سپس به مسیرمون ادامه میدیم. این پارچه های جیزور هم که بهتون گفتم برای چه کاریه دیگه. خب به مسیرمون ادامه میدیم و پاکسازی انجام میدیم. وای مثل که این قول پشتشو به ما بکنه. یکی دیگه از آیتم های دست آشین هم دست مصنوعی هم اینجاست بچه ها، باید برداریم. خب بچه ما اینجا گفتیم یک آیتم دیگه از دست مصنوعی اینجا هست که داخل این خونه است. منتها من یه چیزی یادم اومد، من کلید اینجا رو بر نداشتم. کلید اینجا رو باید بگیریم. ما چیکار میکنیم؟ برمیگردیم به اونجایی که این کلید هست.
اینجا جونمون خیلی از بین رفت. متاسفانه هیچ چیزی هم نداریم، احتمال اینکه بمیریم هم هست چون اونا دوتایی دارن حمله میکنن و بله متاسفانه ما رو کشتن. ولی خب اشکال نداره، حالا یه دونه جون داریم دیگه، چاره نیست. یا چه نباید اونقدر اونا رو استفاده کرد، ولی خب دیگه چاره نیست. خب به مسیرمون ادامه میدیم. اینجا یک رست انجام میدیم و میریم که کلید داشته باشیم. خب بچه بعد از این که رست انجام دادیم میریم سراغ کلید. این زیرم بذاریم بعدن میریم، من هی میخوام برم باز میگم باشه بعدن. همین مسیر رو میریم بالا، مسیری که اومدیم رو، و از این گوشه میپریم روی تنه درخت. خب میریم روی پل و ادامه مسیر رو با هم ببینیم و گوش کنین. اینجا استراحت سم داره. اینجا متوجه میشیم که اون بر باز یک قول خر هست که باز باید باهاش مبارزه کنیم. ولی خب ما مثل اینجا کلید همون اتاقیه که اون سلاحمون هست، بیگدار باب نمیزنیم. حالا ببینیم دیگه هرچی دمیج بود داد به ما این حروم زاده. خب بچه اینجا ما میریم بالا با استفاده از این شوریکن اون گرگایی که دور و برش هست اونا رو یکی یکی شتل پتل میکنه. چقدر زیاد هم هستن. خب اینجا ما میستیم که اون توجهش از روی ما برداشته شه و حالا یه آب نبات گاچین میخوریم و خودمون رو نامرئی میکنیم که بتونیم از پشت بریم و بکشیمش. نگاه کنید توجهش از روی ما برداشته شد. حالا ما یک آب نبات گاچین به صورت موقت نامرئی میشیم و به مسیرمون ادامه میدیم از پشت. بچه سعی کنین به در و دیوار نخورن چون اون موقع یک کم متوجه میشن. اینجا هم تکایی مگنت که باز هم برای ارتقاء دست شینوبی، باروت سیاه. اینجا هم یه آیتم از بردارین پشت. خب بچه ما اینجا فقط تا همین بوت پیشرفت میکنیم، جلوتر نمیریم دیگه. اینجا یک رس انجام میدیم. حالا اینجا هم یک میریم جای این پیشکش ها. البته اینجا میتونیم یا مهارت باز کنیم و حالا این مهارت ها خیلی به کارمون نمیاد، ولی از این مهارت ها یکی رو انتخاب میکنیم که برامون بهتره. به سلیقه خودتون کاربردش باز کنین بچه ها، بخونین توضیحاتش حتما. اینم که فعلا هست. حالا میریم اینجا ببینیم پیشکش چی داره. یک تسبیح هست که اینو میخوایم بچه ها، خوبه از اون کیسه های پولمون استخراج میکنیم توی جیبمون و اون رو خریداری میکنیم. اول از همون تسبیح رو میخریم و چون آیتم قطر خون اژدها رو هم بخریم برای درمان این سرفه هایی که ایجاد میشه، کمک به سزایی میکنه. فکر کنم الان دیگه میتونم بخریمش. بله خب بچه ما دیگه به جلوتر پیشروی نمی کنیم، برمیگردیم همون ابتدای قلعه آشینا. مثلا یه لحظه حواسم پرت شد چرا اومدیم اینجا. خب میرفتیم همونجا آبگیر دیگه، میخوایم در رو باز کنیم. خب از اینجا میریم پایین. حالا دیگه رفتیم از همین راهی که همیشه میرفتیم، از همینجا میریم و درگیری ایجاد نمیکنیم، فقط همون یارو مایتابه به دسته رو میکشیم و همین نفله رو میریم سراغ اتاقک
که ببینیم چه آیتمی هست. فکر میکنم آیتم نیزه بود اگه اشتباه نکنم. جعبه رو باز میکنیم و آره این نیزه که میتونیم روی دستمون پیاده کنیم و از اون استفاده کنیم. بچه درگیری ایجاد نمی کنیم، از همین مسیر خیلی شیک، درست و مجلسی برمیگرده. حالا میریم بالا و میرسیم به ابتدای قلعه هاشم. بچه اینجا یک مینی باس دیگه داریم که دقیقا روبرومونه و بازم باید یه فازشو مخفیانه بگیریم و فاز دومش رو هم باش مبارزه کنیم. قبل از اینکه بریم سراغ فاز دو سعی کنیم اینجا رو خلوت کنیم بچه ها. اینا تیر میزنن، مزاحمت ایجاد میکنن براتون و مشکل ساز میشه. این مینی باس هم که باهاش قبلا جنگیدیم دیگه، فکر کنم 2 بار حداقل باهاش جنگیدیم، ولی خب بازم دیگه یهو دیدی کشتیم. دیگه ضربات آخرشه و میکشیم و تموم. ای بابا ضربات آخر رو اون زد. اشکال نداره، یه بار دیگه از اول میریم، این سری قطعا خواهیم زدش. رو به جلو پیشروی میکنیم. حالا یه فازشو همونجوری از پشت و فاز بعدیش رو هم باش مبارزه میکنیم بچه ها. سری دیگه شکستش میدیم مطمئنم. این سری دیگه خدای خوب اومدیم دیگه، واقعا این سری کشته میشدیم. ضربات آخر این سری خوب دفاع کردیم و انگار کشته هم نشدیم، حالا جونام استفاده کردیم. خب یه دونه دیگه تسبیح اومده، 3 تسبیحه میشیم. حالا میریم سراغ ادامه
مسیرمون. اینجا یک جعبه هست، هیچی هم نداریم بزنیم. این جعبه رو بازش میکنیم. علف الهی بچه، این علف الهی یک نوع هیل هستش که جونمون رو به صورت کامل برمیگردونه. یعنی ما هر چقدر کم داشته باشیم باز برمیگردونه. خب به مسیر ادامه میدیم بچه. میخوایم قبل اینکه بریم انگار وارد خود انگار تالار آشینا بشیم، اول محوطه رو پاکسازی کنیم. خب اینجا حالا افتادیم پایین، همه اینو میان سمتمون و هیچ. قبل از اینکه بیایم پایین، اول یک سری دشمنا هستن که روی سقفای خونه. خب الان بریم اینجا یکیشون رو بهتون نشون میدم و میریم سراغش. نگاه کنه اونی که اونجا واسده. خب از اینا توی قلعه آشین زیاد هستش، روی سقفن و هم تیغ پرت میکنن و هم ضربات چرخشی میزنن. ما اول از همه اینا رو پاکسازی میکنیم تا جایی که بتونیم، سپس میریم سراغ دشمنایی که روی زمین هستن. بچه دقت کنین، من گفتم از اینا از روبرو هم تیغ پرت میکنن. نگاه کنین الان اینجا ما رو شناسایی میکنن، همینجوری هی تیغ پرت میکنن. دمیجای سنگینی هم میده بچه تیغشون، حواستون باشه.
خب بچه بالاخره پاکسازی پایین تموم شد. اینجا یک نفر هست که باهاش صحبت میکنه، پیشکش میفروشه و بعد از این که ما باهاش صحبت میکنیم اون به معبد مخروبه منتقل داده میشه و اونجا بهمون پیشکش یعنی میفروشه. صحبتاشو گوش میکنیم و میریم روی سقفا تا به مسیر ادامه بدیم. بچه اینجا هم یک یادداشت میده که اون رو بخونین. بعد هنرهای رزمی هستش باز هم. و حالا به مسیرمون ادامه میدیم. متاسفانه ما یکی از اون احیامون رفته و هیچ هیلی نداریم و مجبوریم بیگدار باب بزنیم. نمیخوایم اون علف الهی رو هم استفاده کنیم. یه دونه قرص بهمون داد، یعنی دقیقا جایی که نیاز داشتیم بهمون داد. خب حالا اینو که خوردیم دیگه حملمون رو شروع میکنیم. حس میکنم یه جاهایشو باید نادیده بگیریم و رد شیم، فقط صرفا برای اینکه از بین نریم. اینو بچه ضربات بعدی میزنن و چرخشی میزنن، باز بعضی هاشون آتیش هم میگیرن و نمیدونم ضربات آتشین و اینجور چیز هم دارن. چقدر بهم دمیج داد این لعنتی. ای بابا حالا کل مسیر رو بریم. بچه نگاه کنین این ضرباتش خیلی بده، دفاع کنین واقعا. یه بار دیگه مردیم، آخرین احیا رو استفاده میکنیم. بعدیش اینه که هیچ چیزی هم نداریم و جلوتر هنوز خیلی هستن که اونا رو بکشیم. حس میکنم واقعا یه سریاشون رو باید نادیده بگیریم. خب به مسیرمون ادامه میدیم. بچه اینجا دقت کنین و صدای سود میاد یعنی یه نفر داره به سمتتون حمله میکنه. نگاه کن اینا آتشی هاشن. حالا این خدا رو شکر خوب جای افتاد، سریع کشتی میشه. خب بچه به مسیرمون همچنان ادامه میدیم. اینجا خیلی بچه از این کلاق ملاقا داره و چون ما هیچ جونی هم نداریم واقعا باید فرار رو برقرار ترجیح بدیم. اگه بتونیم این آیتم رو برداریم و مخفیانه فرار کنیم که دیدمون مخفیانه فقط فرار. واقعا اینجا ریسک مبارزه کردم. بچه همینو بیاین به این سمت. ما یک دریچه داریم که راه ادامه مسیرمونه. از اون دریچه میریم داخل. حالا اینو خیلی اهمیتی ندارن جنگیدنشون باشون. اینجا رو آیتم ها رو بر میداریم و لوت میکنیم. یه تخم کدو بهمون داد، میتونیم تعداد کدوهامون رو افزایش بدیم. یک استراحت میکنیم اول. مستقیما سفر میکنیم که هم استراحت باشه و هم تخم کدو رو بدیم برامون ارتقا بده بانو ما.狼殿、よくまでは。
خب مجددا برمیگنه به همون جایی که پیشروی کرده بودیم. بچه اینجا یک سری سامورایی ها هستن که مهارت رزمی بالایی دارن و شمشیرزنی رو به خوبی بلدن. حالا ما تا هر جا که بتونیم به صورت مخفیانه عمل میکنیم و هر جا هم که نتونیم و مبارزه میکنیم و بهتون میگم چجوری حرکاتشون رو دفع کنیم. اینجا ما ببینیم مهارتی میتونیم بگیریم یا نه. نه متاسفانه. خب به مسیرمون ادامه میدیم و همه رو از پشت میکشیم. بچه اینجا ما یکی رو که از پشت بکشیم، یکی بعدی رو مجبوریم باش مبارزه کنیم. خیلی راحته بچه. ضربات عادیشو که خب با شمشیر دفع کنیم و وقتی اخطار میده و قرمز میشه ما شمشیر رو دفاع میکنیم و زیر پامون نگه میداریم و چند تا ضربه میزنیم و مقاومتش بعد از 2-3 تا دفاع میشکنه. اینا هم خودشون احیا میکنن که دیگه میدونین که نباید بذاریم و به راحتی میکشیمش. خب آیتم ها رو جمع آوری میکنیم. اینجا یک در پشتی داره که باید بهش تکیه کنیم باشه. یه جا دیگه هم انجام دادیم. آیتم ها رو برمیداریم. اینجا هم یک آیتم دیگه داریم. بله تسبیح 4 رو هم گرفتیم. الان میتونیم اون مشخصه فیزیکیمون رو بهبود ببخشیم بچه ها. خیلی خوبه برامون ها، خیلی. خب توی ادامه مسیر بچه ها ما از در روبرو نمیتونستیم بریم، درسته؟ حالا میایم از روی این پشت بوم به صورت مخفیانه میریم. ولی باید اینجا یه کاری انجام بدیم به جای اینکه مبارزه کنیم. چی کار کنیم؟ ما اولین انمی رو میپریم میکشیم، بلا فاصله با این درگیر نشیم. بیاین در رو باز کنیم. خب در رو باز میکنیم، خودمون دور میشیم از اینجا چون 2 نفر دیگه اون پشت هستن. بلا فاصله میان داخل اون محوطه و اینا 1 نفر زدنشون رو هم یه خورده مشکل هست، چه برسه به اینکه بخواید 2-3 نفرشون رو بزنیم. این 1 نفر رو اینجا میکشیم و بعد میریم سراغ بقیه و ادامه مسیر. خب میریم ادامه مسیر. این پیرزنه رو هم بکشین. اینا از همونایی هستن که خبردار میکنن ها بچه ها. زلنگ میکنن از این پیرزنای تو کوچه. خب به مسیرمون ادامه میدیم. اینجا گفتم 2 نفر هستن. 1 نفرشون رو الان به راحتی میتونیم از پشت بکشیم و دیگری رو هم که نحوه مبارزه رو بلد هستیم. خب بچه آیتم ها رو بر میداریم و
میریم بالا. بچه این بالا ما اینجا یک معبد رست داریم، یک بت داریم و اینجا هم یه خاطر از گذشته هست که اول این رو گوش میدیم و سپس میریم اونجا و بت رو فعال میکنیم. دارن درباره ارباب گینجری صحبت بکنن که متاسفانه نامیرا شده. خب بچه اینجا ما یک بت رو فعال میکنیم، استراحت نمی کنیم و مشخصه فیزیکیمون رو افزایش میدیم. استراحت نمی کنیم چرا؟ چون ما پایین یه کار دیگه داریم که باید اون رو انجام بدیم. اینجا هم این مهارت رو بچه میگیریم چون یه مینی باس سخت داریم، احتمال این که کشته بشیم هست و نمیخوایم اون XP مون بیاد پایین. خب نگاه کنیم این برش شبگردان رو گرفتیم. ما الان 2 تا داریم که میتونیم اعمال کنیم روی فنونمون. قبل اینکه بریم سراغ این مینی باس دقیقاً در روبروه، میریم پایین و یک سری آیتم ها هست که باید برداریم و یک سری آدم ها رو بکشیم. بخاطر همینم رست نکردیم. از اینجا میپریم پایین و مجددا روی دشمنمون قفل میکنیم و یکی یکی اینا رو از بین میبریم. خب بعد از اینکه دشمن رو کشتیم اینجا یکی 2 تا آیتم مهم است. بچه این جگر ماهی رو الان واسهتون توضیح میدم. اول اون جعبه دیگر رو باز کنیم تا این رو بهتون بگم چیه. اینجا یک کاتانای دیگه بهمون میده که این کاتانا روی دست مصنوعی نصب میشه. خب بچه اون جگر ماهی زمانی استفاده میشه که ما توی نبرد حریف بهمون صاعقه میزنه و وقتی صاعقه میزنه یک اثر شوک به ما وارد میشه و با خوردن جگر ماهی، حالا چه قبلش چه حین این که شوک به ما وارد شده، اون مقدار شوک از بدنمون کم میشه و باعث مرگمون نمیشه حداقل. که جلوتر هم زیاد مبارزه خواهیم کرد با کسانی که اینجوریه. اینجا هم یک راهی هستش که فعلا باهاش کار نداریم، فقط درشو باز میکنه و بعدا بهتون میگم که بیایم اینجا بهتون میگم چی کار داریم و چی میخوایم و چه کارهایی رو انجام بدیم. فعلا اینجا رو فقط یک پیش دیده داشته باشید. برمیگردیم به اول قلعه آشینا و توسط بت برمیگردیم به بالا و سراغ اون مینی باس خوشگلمون بچه ها. بچه این مینی باس معروفه به نخبه آشینا. کلا یه دونه ضربه خاص داره که اونم ضربه زبدریه و من خیلی متاسفانه مشکل دارم. مطمئنم الانم کشته میشه. نگاه کنین باید دقیقا دفاع کنین، فقط دفاع و سریع اون چیزش مقاومتش میشکنه. ولی خب یه خورده برای من سخت هستش چون FPS لپتاپ من به شدت پایینه و دچار مشکل میشم. حالا بریم ببینیم چقدر میتونم مقاومت کنم پیشش. اگه درست دفاع کنیم راحت میتونیم بکشیمش، ولی اگه دفاع کردنمون خوب نباشه حتی موقع دفاع کردن هم باز از جونمون کم میشه بچه ها.
خب من مطمئن بودم که بار اول کشته میشم. بازم تلاش میکنم چون واقعا من اولین بارم که بازی کردم واقعا سر این مینی باس مشکل داشته. بچه واقعا اگه 2 تا دفاعی درست پشت سر بکنید، دیدین دقیقا با 2 تا دفاع اون مقاومتش شکست. ولی خب بازم این ضربات شو با ما وارد میکنه. ولی خب واقعا اگه درست دفاع کنین اصلا به مشکل نمیخورین باهاش. الان ما رو میکشه حرومزاده. نه نذاشته ما رو بکش بچه. ما موفق شدیم و یک تصفیه دیگه به همون میده. بچه ما این رو هم بخونیم. این جگر ما که گفتم بهتون برای چیه و اینجا هم میگن در مورد همون حرکت سائقه هستش که باید قبل از اینکه به ما برخورد کنه پرش کنیم و اون رو دفعش کنیم. بچه ما این راه ادامه مسیرمون هستش که به ارباب گنجریو میرسه و یک باس فایت خیلی قوی هستش. ما این ویدیو رو اینجا تمام میکنیم چون حدود 45-6 دقیقه شده. میریم استراحت میکنه و ادامه مسیر رو در ویدیوی بعدی میریم. چنل ما رو ساب کنین، ویدیومون رو لایک کنین و همراه همون باشین. فعلا خدا نگهدار.